السلام علیکم داملای عزیز. آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن واجب است. خب برادرو که از شرکت شفافرما دو روزه کسب میکنیم، مرحمت این بروی هستن که تاجیکستان شو باید امروز روی کنیم. برای افغانی کوثر، ام پلوس، همچنین امیگا 3 شیتاوید که برای زوب، ایشان برای زوب میباشه، روغنی دونای انگور، سخرنی دیابت، مینوکسیدیل برای برآوردن موی سر، ریش، همچنین کارول کوژا و سامینوان برای بزباله شدن، روغنی شروک. همین خیلی دوروی هسته که این روزه زکات شدگی تاجیکستان ما هر روزه تاجیکستان بروی میکنیم. طریق سمالیات کدومی میتونه لازمش باشه زکات کنه. شخصانی که میخواهند سرحد قزاقستان را به یگان مشکلی بگذرند، پس برای شما توصیه میدهیم در دکومنت ها یگان مشکلی باشد، از جهت رجیستراسیا میگراسیون که همش را با خواست الله حل میکنند، شما را به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. حمد به حد، ثنای به اعداد، بر خدای که نوری ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست ذو طاعت. نام پاکش محمد عربی است صلی الله علیه و سلم، راهنماینده بزرگ و سبی است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پیش از آنه که جمعه امروزه را، موعظه امروزه را آغاز کنیم، یک جایه با شما دعا میکنیم که اولا پروردگارا برای ما بندگانت خوب گوش انداختن را و خوب و این گوش کرده ها عمل کردن را برای ما موفق بگرداند. و خدای مهربان تا جمعه دیگر مکفرات ما بینهن گفت، حبیب خدا گفتند از جمعه تا جمعه هر یک گناه شما را پروردگار مغفرت میگرداند. خدایا در این مدت یک هفته ای که از ما سهو و لغزش ها و گناه ها سر زد، خدایا با فضل این روز جمعه مغفرتش بگردان. و خدایا این جمعیت ما را عمر دراز نصیب بگردان، توفیقشون را رفیق بگردان. محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را، محبت قرآن و اسلام را خدایا در دل این بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بگردان. و ما را همراه اهل عیالمان اهل هدایت بگردان.
دوستداری تمامی مسلمان های روی دنیا بگردان. و خدایا امروزها عبادت هایی که میکنیم خالی از سهو و خالی از نقصان نیستند. خدایا به درگاهت قبول بگردان. و خدایا بهترین نعمت که این آرامی هست در این جمهوری ما، خدایا آرامی را بر دوام و برقرار نگه بداری. و سرور دولت ما که برای بهبودی این ملت تاجیک، برای پیشرفت این تاجیکستان مهنت ها دارد، کوشش ها دارد که ما با چشم دیده ساده ایم. خدای ایشان عمر دراز و تن صحت و توفیق با رفیق نصیب بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. امروز چندین سوال هایی که باز نزد من است، شاید که به یک قسم اینها باز من برای شما جواب میگویم و باز یک قسمت دیگرش در خانه هم منتظر جوابند. و خدا خواسته باشد جمعه آینده موعظه ما و شما در باب کبر می شود که آیا کبر چه خاصیتی بد دارد؟ آیا شخصانی که متکبرند، کبر دارند، گردن بلندی دارند، سرکشی دارند، با اونها چی وعیدهای از جانب پروردگار است؟ اگر صحت و سلامت باشیم انشاءالله موعظه ما جمعه آینده در این باب می شود. الحال می خواهم این سوالهایی که الحال نزد من است و اینها جواب می گردانم. فقط ما و شما بسیار با دقت باشیم و گوش اندازیم که این برادران ما و شما از ماها چی پرسیدن، تا که برای همه ما و شما این سوالها یک درس شود. السلام علیکم داملا، با سوال من جواب بگردانید. آدمانی که نماز جمعه را نمی آیند کمی درباره اینها صحبت می کردید. انشاءالله من شاید یگان جمعه مخصوص در این باره صحبت کنیم از فضیلت های روز جمعه، که روز جمعه چی فضیلت دارد، نماز او چی فضیلت دارد، کسانی که به جمعه می آیند چی ثواب می گیرند، کسانی که به جمعه نمی آیند چی گناه در مبتلا می شوند. این خیلی یک موعظه کلانی هست، زیرا خاصه پروردگار در قرآن به نام جمعه سوره فرستادگی هست. این من افضل ایامکم یوم الجمعه. این حبیب خدا هم بیهوده این روز را نگفتند، بهترین روز هفته این روز جمعه هست. از این خاطر این بهترین روز مادامی که بهترین اجر دارد، کسانی که به این جمعه که نمی آیند از این بهترین روز، از این بهترین اجر آنها چی می شوند؟ محروم می شوند. از این خاطر حبیب خدا هم در یک حدیث می فرماید من ترک ثلاث جمع تهاونا بها تبع الله علی قلبه. اگر کدام از بندگان خدا که نام بندگی دارد، اگر پرسان کنی میگوید البته من بنده خدا هستم، اگر پرسان کنی میگوید الحمدلله من مسلمان هستم، اگر پرسان کنی میگویند که پدر و بابا و اولاد و اجداد من الحمدلله مسلمان بود. اگر این گونه بندگان گفت پیغمبری خدا، سه جمعه را اگر ترک کنند تهاونن، اگر تهاونن از روی تنبلی، از روی ناخوشی، از روی که راه من دور است یا دیگر سببها را اگر پیشه کنند نه آمدن،
طبع الله علی قلبه. پیغمبر خدا گفتند که در این دل بنده پروردگار یک مهر سیاه را میزند. یعنی این دل دیگر دل انسانی نمی شود، این دل دیگر از رحم و از انصاف خالی می شود. وقتی بالای او یک مهر، یک پیچت سیاه اگر زده که شد، دیگر این در این دل دیگر رحم و انصاف باقی نمی ماند. از این خاطر انسان هایی که اگر 3 جمعه را اگر تهاونن پی در پی ترک میکنند، اهمیت نمیدهند، بی پروایی میکنند، شاید که گرمی سوداشان اونها را نگذارد، شاید که سردی روز، خنکی روز اونها را نگذارد، یا شاید که تنبلی در وجود اونها پیدا شد و اونها نآمدند، یقین دانند که پیغمبر خدا گفت مهر در دلهای اونها زده می شود. این مهر کار حاصل نیست. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. حبیبی خدا گفت دورترین بنده از رحمت پروردگار کسانی هستند که در دلهای اونها مهر زدگی هست. اینا از رحمت پروردگار بی نهایت دور هستند. خداوند به اینها هیچگاه نظر رحمت ندارد. در یک هفته یک بار، در دوام 1 ساعت تصور کنین که حبیب خدا میگوید الصلوات الى الصلاة، الصلاة الى الصلاة، الجمعة الى الجمعة، الرمضان الى الرمضان، مكفرات ما بینهن اذا اجتنبت الكبائر. این پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر بنده خدا یک نماز میخواند تا نماز دیگر، یک جمعه را میخواند تا جمعه دیگر، آن سهو و لغزش هایی که دارد همش پرورده. از عزیزان ما و شما همون سامانیه ها را حرام گفتند، همون سامانیه هایی که در حالت نماز جمعه فروخته میشوند، همون سامانیه ها را عزیزان ما و شما را کتاب میگوید که وای به حرام مبدل گردانیدند. بسیار نیک می شود که اگر شما از این جمعه ها برخوردار شویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خوب می شد که یک جمعه در موضوع رضاع صحبت می نمودید، زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سر زدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیر شایو. انشاءالله من گپ می زنم در این باب رضاع. رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به 1 بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد، با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد وای همچو فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد، دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امامها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتند اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت همی کلانسالی مبادا اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است، نه این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود.
و یا دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارن الکی. بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد، تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار میشه وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتند. مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصرم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان میپوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتند حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کند. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کاری کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است. الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده میتواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردم اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند. وقتی نگاه میکنی چند قدر آلوفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه،
حالان که حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید. حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم در تازگی گفتن عزیزان ما. گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان در بینشان زیاد میشود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت را می آورد. اینقدر میگوید محبت مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود، خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم، تا که در بین هر دی ما محبت پیدا شود. بسیار اهمیت دید. در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید. حتی در خانه ای که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن. در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بدی ویا دیگر دست مالیدش نمیتونی. چندقدر یک بوی بد در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم، لکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشتن نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. انا همین است احترام، احترامشون کنید. چی از خیر خدایی هایی که داریم، با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونیم. وقتی خراجات اگر خوراکه هامون حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که با تمام همون معرکه اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان ده همش کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا ده اهمیت دید. امروز عصری نو است. امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است. امروز پیشرفت کردن در کار. بسیار اهمیت دید در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو بیارن، لیکن دیگر مردم در نمی آرن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم. ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم. السلام علیکم داملا اکای حاجی مرزا، در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود،
لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الکه دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد. 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود، کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الکه در نماز اونها قایم باشد. این یکم اذان گویم ساده کرده گویم، یعنی این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید. و دوم اذانش الکه از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر می دهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عزوا علیها بالنواجذ. با سنت های من چنگ زنید و با سنت های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت های حضرت عمر است. از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد، اونش ما کار نداریم. اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد، اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما یک بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرد است، ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اگر همون تماما نخوانده باشد، الله که یعنی من شاهدی دادستم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده، وای نخوانده است. بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم. لیکن اگر مبادای وی نماز نخوانده باشد، من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است. اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحتی دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی شرفترین، بی ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بی قدرترین انسان در روز قیامت است.
برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدونم باعث چی باشد. حالا که گندم برای فدیه صوم صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت، در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه، بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید یا نماز پیشین هم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد، او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود. انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتن. برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد، برای هر یک روزی که وی خوردگی هست، که وی قوت نداشت، اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادا در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشید، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره. اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد عادت چی